کتابی با قدمت 2500 سال. اصلا چی توش نوشته که هنوزه توی سیاست، اقتصاد، بیزنس و روابط شخصی حرف اولو میزنه و ازش یاد میگیرن؟ به نظر چه رازی توش نوشته که هر کسی بلدش باشه از هر ماجرایی برنده بیرون میاد؟ سلام بچه ها، من ملیکا هستم. اینجا هم کانال منه، جاییه که قرار خیلی دوستانه و صمیمانه با هم در مورد مهارت‌های بیزنسی، توسعه و رشد فردی، کتابایی که میخونم و زندگی زنای الهام بخش رو با هم دیگه صحبت کنیم برای بهتر شدن زندگیمون. امروز هم میخوایم همینطوری که داریم آماده میشیم 7 قانون کتاب هنر جنگ آقای سانتزو که یک کتاب تاریخی هستش، خودم اخیراً چند بار خوندمش و حسابی ازش درس یاد گرفتم، با هم دیگه بخونیمش. 7 درسی که ازش یاد گرفتم و بهت بگم و اینا رو بهت قول میدم اگر خوب بلد باشی توی زندگی، کار، بیزنست و اصلا روابط شخصیت هیچکس حریفت نمیشه. پس بزن بریم. خب بذار اول از داستان خودم برات شروع کنم. قضیه از اونجایی شروع میشه که من به خاطر اینکه هم خیلی کله شقم، زود جوشی میشدم، خیلی زود احساساتم رو نمیتونستم کنترل کنم، عصبانیت و خشمم رو نمیتونستم کنترل کنم، خیلی ارتباطاتم به مشکل خورده بود. بعد این قضیه داستان جنگ و اینا پیش اومد، باز دوباره اونا هم خیلی تو روحیم تاثیر گذاشته بود. هر روز با تراپیست صحبت میکردم، کلا خیلی روحیم بد شده بود، تا اینکه یادم افتاد که یه باری که از استادام در مورد کتاب هنر جنگ برامون گفته بود یه خلاصه ازشو، و گفتم که خب الانم که تایمم آزاده تقریبا، بذار برم بخونم، شاید واقعا اثر بخش باشه و نتیجه خوبی بذاره توی زندگیم. این شد که نشستم و شروع کردم به خوندنش و واقعا دیدم چه کتاب فوق‌العاده‌ایه. خلاصه قفلی زدم روی این کتابه. بعد اینم بگم همزمان باهاش یه سریالم شروع کردم، حالا اگر بخواین ببینینش، به نام افسانه زانگ‌های، که اینم خیلی احساس کردم حتی از این دروس کتاب هنر جنگ الهام گرفتم برای ساخت این سریال، چون خیلی درسایی رو که توی این کتاب بود توی فیلمم به صورت عملی قشنگ با رسم شکل نشونش میدادن و عمل میکردن. به خاطر همین اونو هم اگر دوست دارین این فیلم هم میتونین ببینین، در واقع سریالو. دیگه این شد که فهمیدم آدم تو زندگیش با تدبیر باشه چقدر اهمیت داره، تا اینکه بخواد عکس‌العملی باشه، واکنشی باشه. و به این نتیجه رسیدم که چون تأثیرش رو خودم دیدم و بر خودم کلی تأثیر داشت، گفتم بیام بر شما هم بگم، مطمئنم به دردتون میخوره. خب اون ته کلاسی ها ساکت باشین. درس اول اینه که بهترین تصمیم و بهترین کار اینه که وارد جنگ نشی. یعنی چی؟ یعنی اینکه سعی کن بدون جنگیدن و با مذاکره، حتی با فریب، اینا رو من نمیگم، ما آقای سانتزو میگه با فریب بتونی دشمنتو شکست بدی. میگه نقطه ضعفای خودتو به هیچ عنوان نشونش نده، و اگر نقطه ضعفای دشمنتو هم فهمیدی فوری نیا مثلا بیا برو صاف بکوب تو صورتش، بگو که من میدونم تو مثلا فلان کارم کردی، یا من میدونم تو فلان مشکلم داری، یا نه. میگه صبر کن، یه موقع این نقاط ضعف به دردت میخوره و تو میتونی به عنوان یه سری اهرما ازش استفاده کنی برای طرف مقابلت. باید یاد بگیری که با مذاکره درست، زرنگی، تحلیل صحیح دشمنتو شکست بدی. همینطوری کورکورانه نیا برو وارد جنگ باشو. میگه کسی که تصمیمات کورکورانه و با عجله بگیره شخصیه که محکوم به شکست. میگه همیشه توی ضربه زدن به دشمنت صبر داشته باش و اجازه بده که موقعیت مناسبش فراهم بشه، اون موقع یک ضربه کاری رو بزن. بعد میگه حالا که ضربه رو زدی، نه یا برو همه جا جار بزن بگو فلانی که فلان بلا سرش اومد به خاطر اون بدی بود که به من کرده بود. میگه خب خنگول، همه میفهمن که تو یه بلای سرش آوردی و این کارو تو باهاش کردی.
نمیخواد حس پیروزی بگیری و بیای این پیروزی تو با بقیه به اشتراک بذاری یا به خود اون شخص مقابل بگی. همه اینا رو توی یه سکوتی انجام بده. بعد کلا یه نکته‌ای که داره میگه کارایی رو که انجام میدی مخفیانه انجام بده، کاری نکن که حرکات بعدیت قابل پیش بینی باشه. آدم قابل پیش بینی نباش. کسی که میاد همه چی رو جار میزنه تبدیل میشه به یه آدم قابل پیش بینی. درس دوم، قانون دوم میگه خودت و دشمنت رو خوب بشناس. میگه باید شناخت کافی و کامل نسبت به خودت، پتانسیل هات، نقاط ضعفت و نقاط قوتت داشته باشی و هم نسبت به دشمنت، اون رقیب بیزنسیت، نمیدونم رقیب عشقیت، هر چیزیت که هست نسبت به اونم باید شناخت کامل داشته باشی نسبت به نقاط ضعف و نقاط قوتت. میگه هر کدوم از این دو طرف رو که نشناسی شکست میخوری. من دارم ثبت میکنم یکم این مواد ماسکم جذب پوستم شه بعد آرایشم رو شروع کنم. میگه که هیچ وقت نقاط ضعف تو به دشمنت نشون نده. حالا اگر تجربه شخصی بنده رو میخواین، نقاط ضعفتون رو هیچ وقت حتی به صمیمی‌ترین دوستاتونم نشون ندین و نگین. چرا؟ چون یعنی حاضرم قسم بخورم بیشترین و صمیمی‌ترین دوستی که شما فکرشو نمی‌کنین یه زمانی شاید کارتون مثلا به جدایی بکشه یا دیگه با هم دوست نباشین، یعنی احساس میکنین دیگه دوستای قسم خورده هم دیگه این، حتی اون آدما هم ممکنه یه روزی تبدیل به دشمن شما بشن. دیدم که میگم. خب درس سوم آقای سانتزو میگه که زمان بندی یعنی همه چیز. سانتزو میگه جنگ رو نه زود شروع کن، نه زودتر از موقعش، نه دیرتر، دقیقاً به موقعش جنگ رو شروع کن. حالا توی بیزنس، توی ارتباطات، اینا همه اینایی که میگم تعمیم بدین شما. یعنی من میگم جنگ، شما ارتباطات شخصی رو تعمیم بدین، بیزنس و کار و شغل و اینا رو هم تعمیم بدین. میگه اگر بهترین امکانات، بهترین پلن ها و بهترین زیرساخت ها و سربازها رو هم داشته باشی، اگر تو موقع نامناسبش بیای شروع کنی کاملا شکست میخوری. دقیقاً مثل این میمونه که مثلا امروزه پاشتی بری بهترین و لوکسترین ویدیو کلوپ شهرتون رو بزنی. خب این توی این زمان دیگه اصلا فایده نداره، یعنی کار نمیکنه. یا مثلا بری بهترین و مجهزترین نوار کاست فروشی مثلا تولید کننده نوار کاست رو احداث کنی. حالا این زمان بندی برای کسب و کار بود. یا مثلا توی ارتباطاتت میخوای با طرفت صحبت کنی، یه حرف مهم بهش بزنی، میای میری دقیقاً بدترین زمان ممکن که خسته از سر کار اومده، کلی مشکل و مسئله داشته، گرسنشه، بدون هیچ زمینه‌ای شروع کنی دارکوبی تو مغزش، میای صحبت میکنی، بعدم میگی این چرا درست به حرفای من گوش نمیده، توجه نمیکنه. درس 4 که به نظرم برای ما ایرانیان مهمترین درسه، خودش میگه variation in tactics، یعنی انعطاف پذیری توی تاکتیک هات. حالا چرا میگم برای ما مهمترین درسه؟ به خاطر اینه که ما تو کشورمون ماشاءالله هر روز یه سورپرایز جدید داریم. یه روز یه سری اعتراضات داریم، حالا اصلا کاری به حق یا ناحقش ندارم، برای بیزنس دارم میگم که خیلی آسیب میخوره. یه روز جنگ داریم و کلا سورپرایز زیاد داریم ما توی کشور. سانتزو میگه یه رهبر، یه فرمانده عاقل لجباز نیست، بلکه انعطاف پذیره، دقیقاً مثل آب. اگه میبینه یه شرایطی کار نمیکنه، یه موقعیتی توی بیزنس نمیدونم آسیبزا شده، یا توی رابطه یه شرایطی داره آسیب میزنه، لج نمیکنه بگه که نه من چون هزینه زیادی براش دادم، چون خیلی براش زحمت کشیدم تا الان، دیگه باید تا آخر عمرم توی این بیزنس یا توی این ارتباط بمونم. میگه اتفاقا یه فرمانده خوب برنامه‌ش رو بر اساس واقعیت ها میچینه، از تیمش مشورت میگیره و اگر دید که یه شرایطی داره خوب پیش نمیره، حاضره که انعطاف نشون بده و تغییرش بده.
اتفاقا توی روانشناسی هم از این موردی که بهت گفتم به عنوان یه خطای شناختی یاد میکنن. مثلا تو میگی که آقا توی یه ارتباطی هستی، مثلا 5 ساله با یه نفر تو رابطه‌ای، بعد توی رابطه تاکسیک و کاملا سمی قرار داری، خودت هم میدونی که داره بهت آسیب میزنه، همه هم دارن بهت میگن، اما میگی که من انقدر هزینه دادم برای این شخص، حالا هم از لحاظ زمانی، نمیدونم از هر لحاظی احساس میکنی هزینه های زیادی دادی، اعصاب و روانتو گذاشتی، اینا حاضر نمیشی که اون ارتباط رو تموم کنی. یا مثلا بیا فرض کنیم که تو رفتی و بهترین و لوکسترین ویدیو کلوپ توی شهرتونم زدی، بعد همه میان بهت میگن آقا این چرخش نمیچرخه برات دیگه، الان موقعش نیست که بیای روی ویدیو کلوپ کار کنی، همه باید فیلم دانلود میکنن. اما تو باز دوباره میگی که نه من حاضر نیستم و مطمئنم یه روزی بالاخره این شغل من به ثمر میرسه. میگه همچین کاری رو نکن و دچار این خطا نشو. میگه سریع تغییر تاکتیک بده و بروز شو. یا میگه مثلا الان که جنگ شده زانوی غم بغل گرفتی که ای خدا بدبخت شدیم، تمام زحمتامون به فنا رفت، نمیدونم شغلی که برای خودم ساخته بودم خراب شد فلان اینا. میگه که بله منم میدونم و کاملا درک میکنم، ولی الان به عنوان یک رهبر و به عنوان یک فرماندهی که میخواد اختیار زندگیشو دست خودش بگیره، میخوای براش چیکار کنی؟ درس پنجم، هیچ کس از جنگ طولانی مدت سودی نمیبره. جنگ هزینه داره، جنگ اعصاب خوردی داره. توی یه جنگ طولانی مدت همه بازندن. مثلا اگر توی یه ارتباط یا یه زندگی هستی که همیشه برات حالت فرسایشی داره و همیشه در حالت دعوایین، خب برای دوتاتون میگه این آسیب زننده هست این مسئله، تمومش کن، یا از اون وری یا کاملا به صلح برس، یا از اون ور دیگه مثلا بیا تکلیفش رو یکسره کن. یا مثلا تو بیزنس، توی حتی جنگ در واقع سیاسی، ببین الان مثلا این اختلافی که توی کشور خودمون داره چون خیلی طولانی شده، هیچ طرف برنده‌ای نداره، هر دو طرفم بازندن و چقدر آسیب دیدن. بعد توی همین درس یه نکته خیلی جالب داره که میگه منابع دشمنتو نابود نکن، تصرفشون کن، ازش استفاده کن. درس 6، دوباره کنار اینم 3 تا ستاره بزن، خیلی مهمه. لطفاً پلنت رو به هیچ کس نگو. اگه قرار ازدواج کنی، بیزنس راه بندازی، نمیدونم ترفیع بگیری، هر کاری که قراره بکنی لطفاً به هیچ کس نگو. نگو این دوست صمیمیمه هیچ اشکالی نداره، نگو اون خواهرم به هم نزدیکه، اون برادرم مشکلی نداره. بهت میگم نگو، بگو چشم. حتما باید خودت بری امتحان کنی، برات تجربه بشه که متوجه شی، یا برات دلیل و منطق بیارم برای کیس بای کیس. نگو دیگه آقا، یه چیزی میدونم که میگم. درس 7 و درس آخر، The use of spies. اطلاعات مساویس با قدرت برتر. وقتی اطلاعاتت بالا باشه از هزینه‌های اضافی و تجربه‌های اضافی جلوگیری می‌کنی. حالا این تیکش بیشتر ارتباط سیاسی و نظامی داره، ولی گفتم شاید با حال و هوای این روزامون بخونه، بذار براتون بگم. خب میگه 5 نوع جاسوس داریم. 1، جاسوس محلی از میان مردم عادی سرزمین دشمن، افرادی که بومی هستن و اطلاعات محلی دارن. 2، جاسوس های داخلی، مقام یا افراد با نفوذ داخل ارتش یا حکومت دشمن که میتونن اطلاعات سری بدن. 3، جاسوسای دوگانه، کسی که ظاهرا برای دشمن کار میکنه ولی اطلاعات رو به شما منتقل میکنه. 4، جاسوس مرگ، کسی که عمدن اطلاعات دروغ میره به دشمن میده، یعنی دشمن فکر میکنه که جاسوس اونه ولی در واقع جاسوس اینه و معمولا احتمال بازگشت نداره، یعنی میگه میکشنش.
و 5 جاسوس زنده. میگه این ارزشمندترین نوع جاسوسه و کسیه که میره اطلاعات حیاتی رو جمع میکنه و سالم برمیگرده. حالا گفتم اینم بهتون بگم شاید براتون جالب باشه. و آقای سانتزو اضافه میکند که وی اضافه نمود، میگه با یه اطلاعات کوچیک تو میتونی یک ارتش بزرگ رو نابود کنی یا نجات بدی. خب دیدین که توی همین جریان اتفاقات اخیرم چقدر هر دو طرف سعی داشتن اون مدل اطلاعاتی رو که خودشون میخوان به گوش مردم برسه اون رو منتشر کنن و تاکید بر باورش داشتن. حالا نکته مهم اینه که تو برای اینکه یه اطلاعات خوب و درستی رو دریافت کنی یا همون اسپاینگ درستی انجام بدی، میگه نیاز داری که قبلش یه شبکه سازی خیلی قوی رو ایجاد کرده باشی و ارتباطات خیلی خوبی رو دور و برت تشکیل داده باشی که توی ویدیوهای آینده در مورد نحوه شبکه سازی درست و اینکه چطوری با افراد مفید و افراد درست و قابل بتونین بهترین ارتباطات و بهترین شبکه رو ایجاد کنین براتون کامل توضیح میدم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. ممنونم که تا آخر من نگاه کردین و بهم گوش دادین. فعلا خداحافظ. راستی اینو یادم رفت ازتون بپرسم، از 1 تا 10 به این میکاپه چه نمره‌ای میدین؟